سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. در خدمت شما هستیم با یک بک تست از چارت جیو. همونطور که در ویدیو اول خدمت شما توضیح دادم، ماهیت این کانال بر اساس بک تست هستش و در واقع داریم تمرین میکنیم که بهتر بازار رو ببینیم و ماهیت در واقع هدف ثانوی همون اینه که اگر کسی احیانا به این نوع نگاه از بازار در واقع رغبتی نشون داد، بتونه اطلاعات خوبی از این ویدیوها به دست بیاره و ایشالله که به درش ببینید. یک در واقع عیبی که چارت تریدینگ ویو داره اینه که شما اگر برید تو تایم فریم در واقع بالاتر، الان 4 ساعته هستیم توی تاریخ 2 می 2018، اگر مثلا من برم تو روزانه جهت رو به من نشون میده. خاطر همین معمولا من از 4 ساعته شروع میکنم به در واقع علامت زدن در واقع چارت و اینکه ببینیم در چه وضعیتی هستیم. ولی خب اگر بخوایم در عالم واقعیت شروع به تحلیل بکنیم، از ماهانه و هفتگی و در واقع بعد روزانه، البته خب ماهانه رو فقط برای اوایل ماه استفاده میکنیم. الان چون تقریبا 2 می 2018 هستش، ما باید ماهانه رو بررسی کنیم، ولی ماهانه گفتم که اگه برم دیده میشه جهت. خاطر همین 4 ساعته شروع کردم و میخوام بررسیمو از اینجا شروع بکنم در واقع. برای اینکه ببینیم در واقع تایم فریم بالاتر چه خبره، باید زوم کنیم یا چارت رو به این شکل کوچیک کنیم تا ببینیم که کجای بازار هستیم. الان شما اگه دقت بفرمایید یک رنجی از اینجا تا اینجا داریم. بازار خودش رو رسونده به این منطقه خیلی مهم که لیکویدیتی ها گرفته شده، بریک آف استراکچر صورت گرفته و یک ریزشی رو انجام داده، دوباره اومده بای ساید لیکویدیتی رو گرفته، داره میره به سمت سل ساید لیکویدیتی و در حال حاضر ما چیزی که داریم اینه که بازار الان خودش رو رسونده به این کیو ام. جا نشون بدم یک کیو امی هستش که اینجا اومده استاپ هانت کرده و اینجا اومده بریک آف استراکچر کرد. دقت بفرمایید. خب این یک در واقع یا سوینگ لو هستش توی تایم فریم بالاترمون، یا یک اوردر بلاک هستش. در صورت منطقه مهمی و الان داره یک واکنشی بهش نشون میده. اما جهت کلی ما نزولی هستش، یعنی ما دنبال سل هستیم. یعنی چی؟ یعنی این الان اینجا به شما بگم، ببینید اینجا یه بریک آف استراکچر صورت گرفته، پس یعنی رنج ما در واقع تشکیل شده از کجا تا کجا؟ از اینجا تا اینجا. خب اگر در 4 ساعته بخوایم دنبال لیکویدیتی باشیم، چیزی نمیبینیم. لیکویدیتی تو این رنج نداریم، ولی خب تو تایم فریم پایین‌تر قطعاً این اتفاق خواهد افتاد و ما لیکویدیتی رو میبینیم. اما معمولا در تایم فریم بالا ما کی لول مشخص میکنیم، یعنی
یک نقطه یا سطح کلیدی رو مشخص میکنیم که الان من اینجا رو مشخص میکنم. یعنی این کل این ویک برای ما خیلی مهمه و چون 4 ساعته برم تو تایم فریم پوینتر این منطقه خیلی زیادی رو پوشش میده، ما فقط کی لولش رو علامت میزنیم که در جریان باشیم که اینجا منطقه مهم ما هستش. خب ما در 4 ساعته که این رو علامت زدیم، رنجمون هم که مشخص شد، ببینیم 1 ساعته آیا لیکویدیتی داریم یا نه. ببینید کلی لیکویدیتی اینجا ریخته بود، اومد بازار گرفتیم. یه بریک آف استراکچر هم اینجا انجام داد. خب و خودش رو رسون به این اوردر بلاک. ما الان داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که ببینیم کجای بازار هستیم. در واقع همون داستان معروف مولاناست دیگه، از کجا آمدنم بهره چه بود. الان بازار از اینجا اومده، خودش رو رسونده به اینجا، خورده به یک منطقه مهمی که حالا 4 ساعته به شما نشون دادم و داره برمیگرده بالا. یعنی این حرکتی که الان داره انجام میده به واسطه برخورد به اون منطقه مهمه 4 ساعته ماست. خب ما انتظار داریم که از این سطح، در واقع اینجایی که علامت میزنم، این سطح ما یک ریزشی داشته باشیم. در واقع اگر به صورت بیسیک به شما بگم اینو ساختار وقتی نزولی هست اینها زده نمیشن دیگه، اما اینها زده میشن. درسته؟ یعنی من اینو با رنگ سبز نشون بدم به شما، اینها سبز یعنی در واقع اجازه زدن دارن، یعنی اینا محافظت شده هستن اما اینها ویک هستن، ضعیف هستن. یعنی من اگر میخوام علامت بزنم برای شما، اینجا میشه استرانگ های ما و اینجا میشه ویک لو ما ضعیف ماست، لو ضعیف ماست. خب یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که لیکویدیتی خارجی زده نشده، تک تک این در واقع سعودی الان دیگه توی سعودی اینها محافظت شده است. ببینید این الان محافظت شده هستش، لو آسیاسو، ولی فعلا محافظت شده هستش تا زمانی که به اون منطقه مهم برسه. بعد از اینکه به اون منطقه مهم رسید دیگه، که اینجا الان ما علامت زدیم و انتظارمون اینه که بالاتر از این یک منطقه باشه که بهش واکنش نشون. ما باید بریم تایم فریم پایین تر ببینیم که میتونیم اینو پیدا کنیم یا نه. خب الان توی 1 ساعت چنده؟ ساعت 20. ما آسیا رو ترید نمی کنیم، منتظر میمونیم که آسیا تموم بشه و از آسیا به عنوان یک راهنما استفاده میکنیم برای اون روز. ببینید الان من حتی میتونم این رو بیارم و به اینجا انتقال بدم. حتی خب این کار نکنیم بهتره، 4 ساعت قوی تره، میتونه به ما درک بهتری بده. خب 4 ساعته چون اختلاف هم زیاد نیست. ساعت چنده؟ ساعت 20. خب 23 رو بریم، 22، 23. خب این الان آسیا، در واقع من برم تو 5 دقیقه‌ای ببینم که 23 و 55 دقیقه و الان دیگه
آسیا تموم شد، بعدش فرانکفورت. خب این 5 دقیقه چی داره؟ کلی لیکویدیتی اینجا بوده. میبینید دقیقا همون کاری دیروز کرده داره تکرار میکنه. گرفته خودش رو رسونده به اون منطقه مهمه که علامت زده بودیم و ریخته. حالا این زیر کلی لیکویدیتی ریخته. این یعنی چی؟ یعنی نوید یک در واقع برگشت. خب حالا کجا میتونه برگرده؟ باید ببینیم که توی این رنجی که الان ما علامت زدیم، ببینید اینجا اومده لیکویدیتی گرفته خورده به اون منطقه مهم، اینجا هم یه لیکویدیتی بوده گرفته. پس من میتونم الان رنجم رو بیارم روی این و بگم استرانگ های من اینه. رنج من الان از اینجاست. جزئیات رو وقت تایم فریم پایین خوبیش اینه جزئیات رو میبینیم. اما کی دستور حرکت رو میده؟ شاه کیه؟ شاه تایم فریم پایینه. ببخشید تایم فریم بالاست، عذرخواهی میکنم. ولی رنج من از اینجا تا اینجاست، درسته؟ یک لیکویدیتی من اینجا دارم. احتمال اینکه این زده بشه هست. احتمال دیگه اینترنال لیکویدیتی اگر پیدا کنم، اینترنال. خب استراتژی به ما میگه که میاد اینترنال لیکویدیتی رو میگیره و میریزه. بریم تو تایم فریم 1 دقیقه‌ای، چون دیگه 5 دقیقه‌ای وقتی نداشت. یه دونه اینجا داریم. خب بعد از اینکه ما 5 دقیقه‌ای برم، بعد از اینکه ما اینجا یک بریک آف استراکچر داشتیم، باید ببینیم که الان چون این خیلی دوره، لیکویدیتی خیلی دوره، یعنی الان از اینجا من بگیرم تا اینجا این حدودا 32 پیپ 33 پیپ میشه، خیلیه. اما منطقه مهم ما دقیقا اینجاست. اینجا رو من علامت میزنم و ببینید یک لیکویدیتی هم اینجا داریم در تایم فریم پایین تر. در تایم فریم پایین تر یه لیکویدیتی هم اینجا داریم که دقیقا بالای آسیام هستش. احتمال که زده بشه خیلی بیشتر از اینه و نزدیکترین لیکویدیتی به نزدیکترین منطقه یا پی او آی به این لیکویدیتی اینه. این پی او آی نزدیکترین در واقع پی او آی به اون لیکویدیتی بالای اینه. خب ما الان چه اتفاقی افتاد نمیدونیم. احتمال ریزش اینجا هستش یا اینجا هستش. اسمارت این کار رو میان چیکار میکنن؟ میان میگن آقا نصف حجممو اینجا ورود میکنم، نصف حجممو اینجا. پناه بر خدا یکیش میره دیگه. این که ورود نمیشه که به نظر من دیگه شانسیه دیگه. ما خب ساین خودمون رو داریم و بر اساس اون عمل انتظارمون این هستش که بازار بریزه و میریم جلو ببینیم که فرانکفورت اول به ما چی میگه. الان آسیا تموم شد، میرم جلو ببینم چی به ما میگه. خب چه اتفاقی افتاد؟ ببینید دوستان چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد اینه که اینجا ببینید الان اینجا وقتی که به سمت بالا رفت، اینجا زده نشد، اینجا زده نشد، اینجا هم زده نشد.
و اینجا موفق نشد یک های جدید بسازه، بنابراین زده شد و رفت یک های جدید ساخت. پس این حرکتی که انجام داده بی‌دلیل نبوده. اینجا جایی بوده که بازار در واقع کاری کرده، لیکویدیتی رو زده، ملت رو انداخته بیرون که چی؟ یعنی من میخوام برم بالا، نمیخوام دیگران با من شریک باشن. پس بنابراین مثلا میگم من اگه برم تایم فریم بالاتر و اینو علامت بزنم، اینجا مثلا بدنش رو علامت بزنم، این میشه کی لولمون تو 10 دقیقه. حالا بیام اینجا ببینید دقیقا یک اوردر بلاک خوشگل اینجا دارم، میبینید اینجا چند پیپ میشه. برم توی برم چند پیپ میشه که مستقیم ورود کنم، مستقیم نباید ورود کنم هیچ وقت. 958 ورود کنم چند پیپ میشه؟ 2 پیپ. خیلی خوب، خیلی خوب. منطقه مهمی هم که دارم کجاست؟ اینجاست. لیکویدیتی هم اینجا دارم، میبینید لیکویدیتی داخل 1/5 خوشگل میتونم از اینجا بگیرم. یعنی هنوز لندن شروع نشده، 53 خوشگل میتونم از اینجا بگیرم. 53 خوشگل میتونم، چون فعلا بازار سعودیه، یعنی اون مناطق من علامت زدم نرسیده. بازار سعودیه. وقتی بازار سعودیه چه اتفاقی میفته؟ گفتم که بازار سعودیه، اینها استرانگ هستند، محافظت شده هستند، اینها ویک هستند. یعنی الان اومده اینجا اینجا لیکویدیتی رو گرفته و اینجا بریک آف استراکچر کرده. خب یعنی که من منطقه قویمو ساختم، من رفتم تو تایم فریم بالاتر، منطقه‌ای که احتمال برگشت بهش هست رو علامت زدم و اومدم تو 5 دقیقه ورود کردم. شد 2 پیپ. تیپیمو کجا گذاشتم در واقع اینترنال لیکویدیتی، یعنی رنج داخلی که اینجا هستش. ببینیم چه اتفاق تو 1 دقیقه که جزئیات رو ببینیم. خب اینجا الان فعال کرد. ببینید الان این نتونسته اینو بزنه. میبینید اینجا تو تایم فریم ثانیه‌ای بریک آف استراکچر صورت گرفت. یعنی زیر این دوباره میاد و دقیقا زیر این چی داریم؟ این علامت بزنم عنوان لیکویدیتی. خب میرم تو تایم فریم بالاتر 3 دقیقه‌ای، ببینید دقیقا زیر این 3 دقیقه‌ای یک اوردر بلاک خوشگل اینجا داریم. میبینید اینجا هم ورود میکنم اینجا هم ورود میکنم. میشه چند؟ 956 956 و میذارم زیر این 1.2. اینم میذارم کجا؟ اینجا 64. این تو 1 دقیقه ببینیم اینو فعال میکنه، ببینیم اینو فعال میکنه یا نه. میبینید چجوری فعال کرد؟ 1/9. تو حالا واقعی 1.2 پیپ ما نمیذاریم، ولی خب
تو بک تست دیگه ایرادی نداره. 1/9. اینجا 1/5. خب الان بریک آف استراکچر کرد. اینجا ببینید دقیقا این اتفاقی که اینجا افتاد اونجا هم افتاد. این یعنی چی؟ یعنی که من تو 5 دقیقه‌ای ببینم چی دارم. خب تو 5 دقیقه یعنی من اینجا میتونم ورود کنم. بعد از اینکه به منطقه من برخورد کرد اینجا هم یه دونه دیگه به من داد. میبینید چی جوری داره بازار حرکت میکنه. 974. استوپامو کجا بذارم؟ اینجا شد 2 پیپ. عالی. 2 پیپ خیلی هم خوب. دوباره اینجا ورود میکنم. 1/4.5. خوبه، عالیه. پناه بر خدا. ببینیم اینو میگیره یا نه. بریم توی دقیقه. خب 5 دقیقه‌ای الان این چند بود؟ 974. ببینیم اینجا 974. ببینیم چه اتفاق. میبینید رسید به اون منطقه 4 ساعته‌ای که ما علامت زدیم. این کی لولی که ما علامت زدیم. چون 4 ساعته و توی دقیقه خیلی بزرگ میشه. و الان فعلا ما 5 9 4 تقریبا 18% همین الان تو سودیم. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. خب هم دیگه خوشگل رنج ما قشنگ تشکیل شد. یک اینجا رو گرفت، اینجا لیکویدیتی رو گرفت، اینجا الان خیلی خطرناک شد. ما باید الان مواظب باشیم که این بر نگرده. نه دوباره اون اتفاق افتاد و این هم از به 5 1/9 و 1/4.5. هنوز لندن شروع نشده شده. آره نیم ساعت از لندن گذشته. خب الان ما اون لیکویدیتی رو گرفتیم. چقدر این روش خوبه، چقدر این روش خوبه. خیلی راحت این لیکویدیتی با من حرف زد. گفتش آقا من الان توی این رنجم و باید برم اینو بگیرم. حالا من چرا اینجا فروش نزدم؟ خاطر اینکه این نکته دیگه هم که هست، ما باید ببینیم که کجای این رنج گرونیه یا پرمیومه، کجاش دیسکانته. ما میخوایم بفروشیم دیگه، باید توی منطقه گرونی بفروشیم. درسته؟ نه تو منطقه ارزانی که دیگه نمیفروشیم. خلاصه الان نزدیکترین 5 دقیقه‌ای برم. ببینید نزدیکترین چیز به این لیکویدیتی این منطقه است. طبق استراتژی شما باید نزدیکترین POI به لیکویدیتی رو علامت بزنید و 50% هم هست. ما اینجا دایرکت ورود نمی کنیم چون یه دونه POI همون بالا داریم. ممکنه خیلی راحت بیاد و بزنه. خیلی راحت بیاد بزنه. همیشه کانفرمیشن ورود میکنیم مگر اینکه حالا با ریسک خودمون دیگه صورت کانفرمیشن ورود کنیم. 5 دقیقه‌ای هستیم. خب ببینید دوستان الان توی 5 دقیقه چه اتفاقی افتاد.
توی 5 دقیقه الان توی 5 دقیقه اومده یکم بیارم این بدتر، اومده این لیکویدیتی رو گرفته و اینجا بریک آف استراکچر. میبینید های آسیا رو هم گرفته، لیکویدیتی رو هم گرفته و ولی خب منطقه ما اینجاست. یعنی این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ ببینید ما منطقه رو علامت زدیم و بازار میاد یه ساین ریزشی انجام میده و ملت فکر میکنن که الان اینجا میتونن ورود کنن. کار درستی میکنن ها، اینجا هم باید ورود کنید چون ریزشه، ولی اینکه تو کجا میخواد بریزه دیگه در واقع یه چیز کوچیک رو داری برای یک چیز بزرگ فدا میکنی. این چی میگم؟ اتفاق بزرگتری قرار بیفته، منطقه مهمی بالا هست. شما اگه اینجا ورود کنی در واقع میتونین لیکویدیتی که این زیر الان جمع شده به این زیبایی اینو بگیرید، خیلی هم خوبه. ولی خب ما این همه لیکویدیتی این زیر داریم و علاوه بر اون یک ویکلوی داریم که لوی روز قبله با لوی آسیا الان میکس شده. این خیلی احتمال زیاد، یعنی احتمالی که این زده بشه خیلی زیاده. نزولی هم هستیم. خب من چرا بیام الان؟ در واقع اتفاقی که افتاده اومده یک های جدید تشکیل داده. این لو اومده یک های جدید تشکیل داده. همین. یعنی من اگر بخوام اینجا ورود کنم فوقش میام اینجا، اینو علامت میزنم 0.40 و اینجا بالای این میذارم. کجا خروج میکنم؟ اینجا 2.76. چیز خاصی هم نیست، زیر 3 رو نمیگیرم. حالا بنا خدا شد این فعال شد، فقط دارم بهشون نشون میدم. اصلا فعالش هم نکرد، فرصت ندادش که فعال کن. خب حالا این اتفاق افتاد. خیلی ها الان میگن او چون بریک آف استراکچر دیگه کرده، خیلی دیگه فلان و فلان. نه، بریک آف استراکچر نگرده، این اومده یک رنج توی یک رنج دیگه تشکیل داده. همین خاصیت فرکتال بازاره. یعنی شما توی یک چیز دیگه ای دارید. این الان اومده اینجا که بگه من دارم میریزم، که چی بشه؟ که خیلی ها رو متقاعد کنه اینجا ورود کنن، اسمارت مانی کارا رو بگه که آقا اینجا ورود کنید. ولی ما اینو علامت میزنیم به عنوان اسمارت مانی ترپ. یعنی اینو ملت فکر میکنن اینجا الان ورود کنن تمومه، در صورتی که میاد خیلی ریلکس میزنه. ما صبر میکنیم بازار همه رو از بین ببره، اونجایی که دیگه خودش مونده خودش ورود میکنیم. چجوری میفهمیم؟ با استدلالی که از رنج داریم. الان اینجا یک رنج تشکیل شده، یک هایر های تشکیل داده، دوباره اومده پایین یک در واقع هایر لو تشکیل داده، دوباره رفته یک هایر های تشکیل داده. خب الان چه اتفاقی باید بیفته؟ بیاد پایین یه هایر لو، دوباره یک هایر های. اینجا نباید تو ورود کنی، دیگه نباید اینجا ورود کنی، چون این داره سیر طبیعیشو میره، هنوز به اون منطقه مهم نرسیده. اونجا که در واقع یا اینجا یا اینجا، حالا باید به صورت کانفرمیشن ورود کنیم، یا اینجاست یا اینجا. من میتونم اینجا ورود کنم ولی این کارو نمیکنم. میخوام الان چند درصد تو سودم؟ 5.3. اینجا هم 9، در ما 18% سود. ما روزی یک به 5 بگیریم، یک به 5 بگیریم، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اصلا اگه به اونجا برسیم ایشالله.
ولی ببینید شما الان برگ اینجا ورود کنم 914 ورود میکنم، میذارم این زیر. چرا این منطقه انتخاب کردم؟ چون نزدیکترین به این لیکویدیتی، نزدیکترین به این لیکویدیتی. از کدوم تو کدوم رنج؟ از اینجا تا اینجا، از اینجا تا این بالا. توی این منطقه ورود کردم. کجا خروج میکنم؟ جایی که ترپ هستش. این چه؟ این که هیچی. جایی که ترپ هستش. کجا ترپ هستش؟ این بالا. یه نوک به 9 هم اینجا به ما داد. میبینید چقدر قویه؟ مای گاد، همین سادگی خیلی خوبه. لیکویدیتی به ما همه چیو میگه، با ما حرف میزنه. کلی لیکویدیتی اونجا ریخته بود، ملت رو انداخت بیرون، دوره رفت بالا. کلی آدم الان اینجا نابود شده، تو همین اوردر بلاک نابود شد. دیدید چه اتفاق؟ اوه، ریخت. ولی خب ملت رو نابود کرد و بعد ریخت. ملت رو نابود کرد و بعد ریخت. الان اومده اینجا، اومده یک هایرهای درست کرده، اومده پایین یک هایرهای، اومده دوباره اینو زده. این الان یک بریک آف استراکچر هستش، یک بریک آف استراکچر هستش. و اینجا که اینو زده، سمارت مانی کارا رو از بین برده، خیلی هم ریخته. به منطقه من نرسیده، به منطقه من نرسیده. یعنی چی میگم؟ پای آسیا رو گرفته، بعد اجازه بدید که بر اساس استراتژی بریم جلو. منطقه‌مون بالا هستش، ولی خب یک بریک آف استراکچر خیلی خوب انجام شده. اینجا هم یک اوردر بلاک تمیز داریم و این خیلی کار رو ما الان داریم تمرین میکنیم دیگه. به نظرم همیشه به استراتژیمون پایبند باشیم. یعنی ببینیم استراتژیمون چی میگه. منطقه مهم ما اینه و اینه. بازار قبل از اینکه خودش رو به اون برسونه برگشته، ساین برگشت داده. یعنی چی؟ یعنی یه عده دیگر رو میخواد زیر سوال ببره. کلی الان اینجا ترند لاین کشیدن منتظرن، کلی اینجا الان در واقع دنبال اوردر بلاکن. ولی ما منطقه مهممون علامت زدیم، پس صبر میکنیم قیمت به منطقه‌مون برسه. نرسیده واسه چی داریم ورود میکنی؟ ولی خب اینجا خیلی خوبه ها. کلی سود کردیم اینو. این هم اگه ورود کنیم بد نمیشه. نه بیخیال. ما ریخته، اینو زده دیگه. ببینید اینو زده، پس اینم زده، میزنه. شانسی که
خب یه کوچولو باید بریزه، ولی خب نه. میبینید؟ وای، چقدر آدم اینجا نابود شده. فقط داره ایندیوس میکنه بازار. یعنی من تا مرز رفتن، باز کردن معامله رفتم، ولی چی منو نجات داد؟ پایبند بودن به استراتژی. منطقه علامت زدی، واسه چی باید ورود کنی اینجا؟ یا میرسه کانفرمیشن ورود میکنی یا نمیرسه، اون روز ترید نمیکنی، بیس میکنی. اتفاق میفته؟ نه. ضرر نمیدی، ضرر خیلی اون مغز آدم میره. الان اگر اون منطقه رسید، او مای گاد، ببینید چجوری رسید. الان من دنبال ساین ریزشی هم. اینجا دیگه اگه ساین رو به من بده، تو اینجا چون یک افیجی داریم، شاید قیمت رو به سمت خودش بکشونه، ولی نزدیکترین چیز به این لیکویدیتی که اینجا گرفتم اینه. ببینیم ساین ریزش به ما میده یا نه. او ریخ. خب خب او مای گاد، تمام. ساین ریزش رو به ما داد. ببینید اینجا الان اومد. چیکار کردم؟ استاپ هانت کرد، ملت رو انداخت بیرون. خب استاپ ملت رو زد و اینجا بریک آف استراکچر کرد. میبینید؟ بریک آف استراکچر. چی به ما داد؟ یه اوردر بلاک خیلی خوشگل اینجا به ما. این میشه پیو آی من. خب حالا من برم تو 1 دقیقه ببینم اینجا چی داره. خب متاسفانه اینجا لیکویدیتی نداریم. متاسفانه لیکویدیتی نداریم. اما اگر بخوام ببینیم اینجا چقدر شد. 13 و 8 29.5. اوه خیلیه. 14-15 پیپه. 14-15 پیپه. اینو باید الان اگه اینو بیارم روی این، تقریبا میشه 12 پیپ. من اینجا ورود میکنم، زیر این 138 ورود میکنم و اینجا 10 پیپ. ببینیم این اگر لوی روز قبل رو بگیره چند تا میشه. ای بابا، این تو 5 دقیقه تیپیشو بذاریم روی اون. 1 به 5.5. خیلی هم خوبه، عالیه. 1 به 5.5 خیلی خوبه و فعال کرد اینجا. اینو نزد، کاش اینجا میذاشتم. ببینم. اوه ساب اینجا اومد چی کار کرد؟ یه اوردر بلاک فعلا اینجا به ما داده، ما هنوز اینو نزد. حالا زده، حالا اومده زده و یه اوردر بلاک دیگه داده. یعنی چی؟ یعنی الان رنج ما از
اینجاست. تا این زیری که الان هنوز تشکیل نشده. آره تا این زیر. خب میریم توی یه دقیقه. یه لیکویدیتی اینجا داریم. خب اگه بریم تو 5 دقیقه میشه همین دیگه. میشه همین. خیلی خوشگله اگه به این واکنش نشون بده. اینو گرفت یا نه؟ نه هنوز. او مای گاد. ببینید چی جوری به این رسید. من اینجا ورود میکنم توی یه دقیقه ببینم چی دارم. خب نزدیکترینش. ببخشید نباید این کارو بکنم. باید برم تو 5 دقیقه این منطقه رو علامت بزنم. اینو که علامت زدم و ورود کردم. بس حذفش کنم. برم توی دقیقه ببینم توی این کی لولم چی دارم. اینجا میتونم به همین نقطه که اینجا هستش کنم دیگه. یعنی اینو بگیرم بذارم این زیر 105 105 ورود کنم بذارم بالای این 9.5 پیپ. خیلی بازم کجا رو بگیرم. لو روز قبل. پناه بر خدا. او مای گاد. ببینید اینو نزد. وقتی که ریزشیه اینا زده نمیشن. زده نمیشه. میبینید همین سادگی. خب او اینجا میتونستیم ورود کنیم. حتی هنوز نزده. خب ببینید دوباره زده. میبینید دوباره زده. چی به ما داده؟ یه دونه اوردر بلاک اینجا به ما. میبینید یعنی ببینم چی جوریه. خب خیلی خوشگل میتونیم الان اینجا ورود کنیم. میام بالای این 5 0.20 0.20 اینو بالای این نذارم. این میشه دایرکت 6.2. نه دیگه این که شاید زده بشه توی یه دقیقه ای. درسته دیگه نباید زده بشه ولی من 6.2 میذارم بالای این. کجا رو نشونه میگیرم. لوی روز قبل. تو 5 دقیقه ببینیم چی داره. این احتمالا اینو بزنم.
باید بزنه راست میگم اینکه زده یه لیکویدیتی اینجا داره لیکویدیتی رو میگیره من این علامت بزنم ببرم تو 10 دقیقه ببینم مثلا چیزی داریم 10 دقیقه نداریم چیزی زده اینجا باید ورود کنم احتمالا به اینجا هم برسه یعنی این علامت بزنم ریخت و نیویورک شروع شد نیویورک شروع شده بابا ببینید 5 دقیقه اومده پایین یک لوی اینجا تشکیل داده من اینو بریکیون میکنم و اینجا 50% ازش میام بیرون اینو چون اینجا تقریبا یه 50% میام بیرون بریکیون میکنه داره یه کیو هم تشکیل میده اوه دیدید چه اتفاقی افتاد اینو برگردم آتوم بالا بود هنوز جا داره خب آها من اینجا میتونستم ورود کنم چون این ترپ دوم ماست اوکی آقا اوکیه من اینجا ورود میکنم دقیقا بالای این 0.26 دوباره ورود میکنم دوباره اینو میذارم بالای این جایی که این بود توی 1 دقیقه دقیقا میذارم بالای اینجا خب این رو که گذاشتم اینجا خب این بریک ایون شده بود اینم میذارم اینجا 55 چرا نمیره رو 55 چه اذیت میکنیم ما رو میریم تو 5 دقیقه این شد واو واو خب اینجا هم بریک آف استراکچر صورت گرفته خب این بریک ایون شد 50% اینجا اومدیم بیرون و بریک ایونش کردیم دوباره اینجا ورود کردیم چرا؟ چون اینجا یک ترپ نوع یک به ما داده بود اما یعنی رنجمون از اینجا تا اینجا بود اومد یه ترپ به ما اینجا نشون داد ما اینجا دوباره ورود کردیم و اینو قبلش متوجه نشدم و بریک ایونش کردیم ببینید اولا که این هم احتمال واکنش داره به این هم ممکنه واکنش نشون برگشته یه دقیقه ببینیم چه اتفاقی افتاده اینجا گرفته اینجا هیچ لیکویدیتی نداریم میبینید ما الان اگه رنجمون رو از اینجا
بگیریم تا اینجا، میبینید رنج توی رنج میشه. خب الان اینجا استاپ هانت کرده، استاپ هانت کردم. دقیقا به شما بگم چه اتفاقی افتاده. اینجا هم روی کاف استراکچر کرد. درست میگم؟ دقیقا خلافش اینجا اتفاق افتاد. یعنی رنج ما کانفرم شده توی 1 دقیقه. خب این باید این رنج رو پر کنه بعد بریز. کی داره بهش میگه بریز؟ تایم فریم بالاتر. خب الان اینجا کی داره بهش میگه برو بالا؟ تایم فریم پایین تر. رنج 1 دقیقه ای که اتفاق افتاده. ما ساختار رو به این شکل میبینیم. خب اینجا لیکویدیتی نداریم. بعد از بریک آف استراکچر ما لیکویدیتی نداریم. و این یعنی دو تا حالت پیش میاد. یا در واقع T2، ساختار T2 برای ما اتفاق میفته، یعنی میاد بالا، میاد اینجا، نمیزنه، میره بالا و میریزه. یعنی چجوری بگم به شما، میاد اینجا، نمیزنه اینو، میره بالاتر، میزنه. اونجوری باید اتفاق بیفته. یا اینکه خودش لیکویدیتی بسازه، یعنی میاد اینجا اینو میزنه، میاد بالا و دوباره میریزه. این رو هم باید مد نظر قرار بدید. الان اینجا که من علامت زدم، اینجا یه دونه اوردر بلاک هستش ولی زیرش هیچ لیکویدیتی نداره. خب این باید یه دلیلی بسازه برای که من میخوام بریزم. ببینیم این اتفاق میفته یا نه. ببینید هنوز اون اتفاق نیفتاده. و داره میریزه هنوز. اینجا یه لیکویدیتی داره. ببینیم چی میشه. میبینید الان یه دقیقاً قبل از اینکه به این برسه یه کیو ام تشکیل داده. هنوز تشکیل نداده ولی خب ببینیم تشکیل میده یا نه. نه نداده، هنوز تشکیل نداده. حالا ببینید، حالا تشکیل داد. این یعنی که الان اینجا رو زده، اینجا رو هم زده. یعنی قبل از اینکه اینو بزنه این باید بالاتر از این بریزه. طبق استراتژی اون T2 که من دارم میگم. ببینیم اگه بالاتر از اون اومد من ورود. نه نه. خب این دیگه الان اینو زده. من میخواستم بالاتر از این ورود کنم و نزد. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ الان اومده رنج ما از اینجا تشکیل شده رفته بالا، یه رنج جدیدی درست کرده. رنج ما هم از اینجا هست تا اینجا 1 دقیقه ایمون هنوز البته کانفرم نشده. حالا میشه گفت کانفرم شده. من اینجا ورود میکنم. من اینجا ورود میکنم بالای این 802. ورود میکنم میذارم بالای این اوردر بلاکی که اینجا اتفاق افتاده. 6 پیپ زیاده، 6.5 پیپ. اینو میذارم این زیر 1/3.8. خوبه دیگه. حتی میتونم بالای این هم بذارم هنوز.
مطمئن تر 1/3 فقط به من بده. نه نمیده. میذارم اینجا. 1/3 نداد. 1/3 هم اینجا بگیرم برای من کافیه. ببینیم چه اتفاق. فعال نکرد. بله اینو فعال نکرد. با اختلاف کاش این زیر ورود میکردم. ببینید اینجا باید ورود میکردم، ولی من این بالا ورود کردم. اشتباه من این 22 این فعال نشد. این 1/3 هم فعال نشد. من رنگش رو عوض کنم که بگم فعال نشد. ولی خب قبلی ها رو ببینید که چی جوری فعال شد. 1/5، 1/9، 1/4.5، 1/9، 1/56، 1/58، بریک ایون، 1/57. اینم که فعال نشد. ببینید چی جوری ما اومدیم و اسیر این خطی که ملت میکشن نشدیم. ملت الان تو آسیا اینجوری خط کشیدن، گفتن او الان این اینجوری میشه اونجوری میشه. حتی اینجا هم که دیدید چه اتفاقی افتاد. اینجا هم دیدید چه اتفاقی افتاد. و ما مصرانه ایستادیم روی قاعدمون، قوانینمون، ساین ریزشی دیدیم و هی ورود کردیم. هی ورود کردیم. اینجا هم با اختلاف ریزی در واقع نتونستیم ورود کنیم. 1/3 بود که از دست دادیم. اشکال نداره. فدا سرمون. و این بود از بک تست این قسمتمون. میبینید چی جوری کار میکنه بازار. اومده لیکویدیتی رو گرفته. برای اینکه این لیکویدیتی رو بگیره این زیر لیکویدیتی ساخته. اومده این لیکویدیتی رو هم گرفته. دوباره این بالا لیکویدیتی ساخت. اومده لیکویدیتی رو گرفته. دوباره این زیر لیکویدیتی بوده دیگه. اومده لیکویدیتی رو گرفته. دوباره رفتیم بالا لیکویدیتی رو گرفته. اومده لیکویدیتی داخلی رو گرفته. خودش رو رسونده به منطقه مهم. این زیر رو لیکویدیتی ساخت. میاد و میگیره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اینجا لیکویدیتی ساخته. احتمالا باید بره بالا. بعد از این حالا به یک چیزی برخورد کرد. میبینید به همین سادگی بر اساس لیکویدیتی ما مسیر بازار رو میتونیم در واقع خیلی خوشگل با منطقی که بازار رو ما حرف میزنه، از کجا آمدیم به کجا داریم میریم رو در واقع خیلی راحت میتونیم تحلیل کنیم و ورودمون رو داشته باشیم. ارادت داریم. انشالله که به درتون بخوره.